بکس، خوش اومدیم به این ویدیو. M1 هستم، اومدم با اولین ویدیو با صدا داخل چنلم. بچه خوش اومدیم به این ویدیو. حالا ما یه دست گفتیم CS پلی بدیم. خب استارت کردیم. تا استارت بشه من ویدیو رو کات میکنم. خب بچه استارت شد. یه مچ کاملا عادی. انمی روبرومون پلیرن تقریبا میشه گفت. خب انمی بچه من اکانت خیلی خوبی هم ندارم. او M18 زد. بچه من همین اکانتم حالا 16 یا 17 یه اکانت خوب میگیرم و ویدیو اون اکانت رو براتون میذارم. ماشین گرفت. ماشین کجا آورد؟ ای دلغک. اومدم پایین فرار کن داداش. داداش ناموسا همین بنازم. دو تا عالی. وای. خب بچه راند اول رو ریدیم مثل همیشه. بریم برای راند دوم. یه دونه دیزرت، 2 تا یخ، 2 تا قارچ. کلانتر. آره کلانتر. حس میکنم یه چیزی هست. مثلا من الان دارم رکورد میکنم، صدام نیفته یا رکورد نشده باشه. اوه فشار. خب من الان از اینجا برم پاره میشم. پس با همین باشه من فقط همین یه مچ رندام استارت کردم واسه همین یارام نوبن. خودتون میبینید. باشه من این یخ لامبورگینی هم گرفتم. یادم رفت ویدیوشو بگیرم. بنازم. بچه حالا اگه من بازیم بده و اینا مثلا صدام خوب نیست و ببخشید دیگه بزرگی خودتون. من تازه اومدم یوتیوب دیگه خودتون بدونید. من دیروز گفتم اگه 5 تا سابسکرایب برسیم یه دونه ویدیو با صدا میگیریم، بقیه هم با صدا و اینا. من به قولم عمل کردم. حالا شما به قولتون عمل کنید و ما رو به 10 تا برسونید که یه قرعه کشی 100 در جم داریم. از این گوه آجی نگاه اینا تازه اومدم ولی خدای عجب چیزی. نگاه اینو میندازی هیچی نمیشه. خب این چیه؟ بچه من یه چیز خوب بگیرم ناموسن. مکس 7 عجب حمالی بودی تو داداش. میخواستی با مکس 7 نه ناموسم بده دیگه. خب بچه این حمال رو نگاه کنید. اونا دانه داداش تو من یه MP40 نداشتی. خب کجاست MP؟ آجی 3 کیل 700 دمیج منطقیه. خودتون فکر بکنید. فکر کنید منطقیه دیگه. ناموس بچه ها نگاه کنید. همیشه اینو یادتون باشه. آی دانت این با تراگون میخواد فشار بده. بچه همیشه یادتون باشه از اینجا میایید. بیایید از اینجا تو خونه رو خط بگیرید میان بچه ها. حالا ما زایه شدیم، شما زایه نشید، اومدید ویدیو بگیرید. یخا محروم کی زده پا دارم.
وای وای آجی یکی رو زدم یکی دیگه فشاری کرد منو. به داداش بیا بگیر. نیاد منو نوک کنی بعد فوشش بده. دلقک بچه 3 شدیم 3 شد. وای دوم شدم دوباره. داش مال خودته. عالی. عجب تو لاشکسی هستی آجی. عجب لاشکسی هستی خدایی. با نیت حروم کردی یارو رو بدبخت. خب بچه ها ما داریم به آخر چالش میرسیم یا یه مش دیگه هم استارت کنیم نمیدونم. حالا تا آخر یه تصمیم میگیریم. تامسون اسنایپ. خب بچه حالا ما داریم به راند 4 میرسیم. من برم از اینجا. خب بچه من حالا نمیشه فکر کنم آهنگ بزنم موقع ادیت. اگه آهنگ بزنم فکر کنم کپی رایت بخورم. بچه من ویدیو اول چنلمه با صدا اومدم. خب اگه مثلا آهنگ گذاشتم صدا نیومد دیگه بدونید مثلا صدا کم بود بدونید که دیگه همین بوده. ای لاشی داش بزن بیا منو بگیر. آره خداییش. بیا جون هرکی جون بچت بیا منو بگیر. بابا زدش بابا بنازم. عالی. خب بچه ما گرفتیم وینو 57 ستاره شدیم. یه لون ولف هم بریم آجی. یه لون ولف هم بریم و دیگه بچه من فکر کنم فردا این مپ اولد پیک رو دانلود کنم براتون ویدیوشو بذارم. یعنی پیک قدیمی فکر کنم. حالا ویدیوشو براتون میذارم فردا اگه شد. اینجا یک کاستوم هست. خب بچه استورت شد. یه ران چیز پلی بدیم بچه. این ویدیو رو ببینید تا مثلا یوتیوب صحبتون رو قبول کنه کامنتاتون رو قبول کنه. اگه ایرانی هستی خدا اینو ببینید که من برم بالا. منم مثل یوتیوبرهای دیگه برم بالا. خب آجی اینجا یه دلقک هست. این عربه من بزنم یا روش میخواه به دنس بزنم. اگه نزنه فشاری دلقک. وای فشاری نه تو رو میکنم. بچه یوتیوب گیر نده خوبه. صدا نیاد خوبه. اینجا یه چیزی میذارم یه چیز بدی گفتم. دقیقه 9 او داشت قرار نبود برای دنس قلب بزنم.
این برای طرفدارای عشقمه. M1 بچه کامنت ها رو پر کنید از M1 ببینم چقدر طرفدار دارم. خب بچه بریم براش با یه UMP فداکار. آنجا من گفتم دیگه 15 یا 16 هم اگه بشه یه اکانت بگیرم. آجی من یادم رفت یه چیزی بگم آخر ویدیو بهتون میگم که دیگه همین. راستی بچه من اینستام ندارم، هر وقت شد یه پیج اینستام میزنم که بیاید اونجا منو فالو کنید. الان 2-1 آجی کلم رفته بود تا اونا از بش اومد ببینون نخورد. وای وسکو شد. بچه خب حالا این از ویدیو امروزه. فردا همون مپ اولد پیکو براتون میگیرم تقریبا. اگه فکر کنم اون ویدیو رو خوشم بیاد مپشو میرم میبینم یا با هم ببینیم. عجب سمایی آجی. داداش کالا رو هارون خوب از پایینای دیگه از پایینایی که من چیز فوش میدم. اوه دقیقک داداش ما زور داریم تو گدایی به ما چه از کجا زد فقط یارو خودش چیز شد. وای من گفتم یه دلول بزنمش. خب بچه این بود از ویدیو امروز. امیدوارم از این ویدیو خودشون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی خداحافظ.